برای روش اثر بذاره. اون مسئله خیلی مهمیه برای حزب، به خاطر اینکه می‌بینیم که در حال حاضر دلیلی که آقای اوباما نتونست بسیاری از برنامه‌هایی رو که در برنامه‌اش بود پیاده بکنه به خاطر این بود که در سال 2010 سنا رو باخت و مجلس رو باخت. اگر بتونن دموکرات‌ها مجلس رو باخت، البته سنا رو 2 سال بعد 2 سال بعد درسته، اگر بتونن مجدداً سنا رو بگیرن و مجلس رو بگیرن یا حداقل درصدی رو که الان اون شورتشی رو که کمتر بکنن تعداد جمهوری‌خواه رو کمتر بکنن، دموکرات‌ها بیشتر شد. دقیقاً مسئله مهمی که روی سنا به خصوص وجود داره مسئله این کانفرمیشن قضات دیوان عالی کشور هست. در حال حاضر می‌بینیم که آقای اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا این وظیفه رو داره که کسی رو نامینیت کنه، کاندید کرده و ایشون انجام داده. سنا از لحاظ به اصطلاح اون کانفرمیشن سنا جمهوری‌خواه کاملاً جلوش بسته، کاملاً تعطیله. تا اطلاع ثانوی کاملا تعطیل. هنوز حقوق میگیرن ولی اطلاع ثانوی زمانی هست که اگه دموکرات‌ها بتونن مجددا سنا رو پس بگیرن، چون اون موقع است که چه خانم کلینتون و چه آقای سندرز اگه به عنوان رئیس جمهور باشن احتیاج دارن که بتونن برنامه‌هایی رو که الان دارن دربارش صحبت میکنن از اون خانه مجلس و سنا بگذارن. و دقیقاً اون برمیگرده دوباره به همین سوپر دلیگیت‌ها و سوپر دلیگیت‌ها وظیفه اصلیشون اینه که بهترین تصمیمو بگیرن برای حزب. برای همین دلیل گذاشتنشون، چون اینا آدمایی هستن که تو واشنگتن رفت آمد دارن و به نظر من حداقل مسئولیتشونه واقعا در واقع مسئولیتشونه دیگه. یعنی که شما یکی رو انتخاب می‌کنی میذاریش توی یه گروه حزب به عنوان رئیس‌های حزب، مثل ریش سفید حزب. ریش سفید حزب نشون میگن شورای نگهبان. شورای نگهبان. نه آقای کاظمی بود. نه شورای نگهبان نمیشه. مشاورین حزب و جزء به هر حال قانون حزب دموکراته. ولی اونا وقتی ببینن کلینتون داره میبازه، خیلی هاشون همین که آقای کاظمی گفتن شاید نگاه کنن ببینن ما کلینتون کاندیدای ضعیفیه و ما شانس حتی سن برگردون. ببینید الان شانس این که نیویورک میخواد به زودی اتفاق بیفته، شانس این که خانم کلینتون نیویورک رو ببازه چقدر؟ به نظر من کمه، ولی به نظر کمه. تقریبا وجود خارجی نداره. نه ببینید اختلافشون الان 10 اختلافشون نزدیک 14 پوینته و داریم راجع به نیویورک صحبت میکنیم، جایی که خانم کلینتون تا حالا 2 بار انتخاب شده به عنوان سناتورش، جایی که فکر میکنم که اگر که ببازه مجبور خودش یه چیزی بکشه سر خودش بره کنار و من فکر نمی‌کنم راهی وجود داشته باشه که کمپین خانم کلینتون اجازه بده نیویورک از دستش بره. چند روز قبل از انتخابات با 14 پوینت داره لید میکنه، لیدش در واقع از هفته گذشته بیشتر شده و توی نیویورک پای و اساس داره، یعنی کمپین ارگانیزیشن داره، کسایی رو داره که ماها که اینجا نشستیم میدونیم انتخابات بردن چه چیزایی باید به کار بیاد برای اینکه بخواد کسی انتخابات ببره. همین بحث در رابطه با میشیگان بود. میشیگان آقای قابل مقایسه با هم نیستن. نه من منظورم از لحاظ این که شانسی که وجود داره میشیگان خانم کلینتون جلو بود، ولی این مسئله چون اصولا اون دینامیزمی که وجود داره بین انتخابات هیچ کس نمیتونه حدس بزنه تا لحظه آخر چه خواهد شد. در حال حاضر تفاوت یه چیزی بین بعضی کسایی که پولدار میشن که بخوان بهتون این آمار رو بدن قبل از اینکه این اتفاق بیفته باهاتون در این مورد مخالفت خواهند کرد. به همین دلیل ما بهشون گوش نمی‌کنیم. البته یادمون نره پنجشنبه آخرین دیبیتشون قبل از انتخابات و دیبیت آخر، اون بحث آزاد آخر قبل از میشیگان خیلی مهم بود، اونجوری که همه متخصصین میگن. بنابراین تو این دیبیت پنجشنبه اگه برنی سندرز بتونه خوب جلو بیاد و خانم کلینتون دوباره تو مشکلایی که داره نتونه بهش غلبه کنه، من فکر میکنم که شانسش کمه که ببازه اونجا رو، ولی شانسش هست. بعد از اونم فیلادلفیا میاد و فیلادلفیا هم دوباره از اون استیت هایی هستش که مثل میشیگان یک شانسی هست. ولی اگه خانم کلینتون اون دوتا رو ببره به نظر میاد که ایشون نماینده کاندید. من بخوام در واقع بگم نیویورکو چی فکر میکنین که اگه خانم کلینتون نیویورک رو ببره در واقع شانس در واقع مسابقه تموم شده است؟
من فکر نمی‌کنم اصولا حتی اگه نیویورک ایشون ببرن، پنسیلوانیا رو ببرن، کالیفرنیا رو ببرن، فکر نمی‌کنم آقای سندرز تا زمان کنوانسیون من اون رو نگفتم. نه منظورم اینه، منظورم اینه که این پروسه است که ادامه خواهد داشت و میاد توی کنوانسیون و اونجا هست که به نظر من جنبه مثبت داره. چون من امیدوارم که آقای سندرز این کارو بکنه. من امیدوارم که آقای سندرز حتی اگر نیویورک رو باخت و مشخص شدش که نمیتونه ببره، برای که آقای سندرز داره اولا که یه انرژی میاره توی دموکرات‌ها که گرفتنش کار خیلی خیلی مشکلیه. آوردن جوونا به اینکه بخوام بیان رأی بدن قبل از آقای اوباما یه مشکل بزرگی بود که هیچ کسی نتونسته بود دقیقاً باش کار بکنه. اینی که کاری که سندرز داره میکنه با سنی که داره بتونه این همه جوون رو داره میاره، واقعا یه چیز خارق العاده است. دوما این که حداقل ماهایی که پشت این میز نشستیم تقریبا با حرفایی که سندرز میزنه موافقیم. یعنی فکر میکنیم که آقای سندرز ایده هایی که داره مطرح میکنه ایده های مهمی هستن و مهمه که خانم کلینتون یه خورده به این طرف بیشتر کشیده بشه. حتی اگر قرار باشه که نماینده حزب دموکرات ایشون باشه، ترجیح میدیم که با فشارهای آقای سندرز یه خورده از این جنبه اصولا همینه. زمانی که به اصطلاح این پروسه مقدماتی ادامه پیدا میکنه، همونجوری که سال 2008 ببینیم، خود کاندیدا رو کاندیدای بهتری میکنه، به خاطر اینکه اینا توی بحثایی رو که با هم میکنن، روی تأثیری رو که روی منشور حزب میذاره، نهایتا پلتفرم میذاره، اون خیلی مهم هست. چون باید در نظر بگیریم حالا چه آقای سندرز چه خانم کلینتون انتخاب بشن از حزب دموکرات 4 سال دیگه مجددا باید ران کنن. بله. البته با در نظر گرفتن سن یه مقدار طبیعتاً برای آقای سندرز یه مقدار مسئله کوشنبر خواهد بود، ولی اینه که صحبتایی رو که الان دارن میکنن به خصوص در رابطه با خانم کلینتون، بحثی رو که داره عنوان میکنه، کارهایی رو که انجام خواهند داد، به اصطلاح این قولایی که داده میشه، 4 سال دیگه باز مجددا این مسئله پیش میاد و این حرکتی رو که همونجوری شما فرمودید، این جنبشی رو که آقای سندرز حرکت به اصطلاح موومنتی رو که راه پیش داره میبره بسیار مهمه. چون تمام انتخاباتی رو که دموکرات‌ها بردن زمانی بوده که تعداد رای دهندگان بیشتر کردن. این 100% قبول دارم و اگرم توجه کرده باشی نه خانوم کلینتون و نه آقای سندرز به هم حمله به اون شدید نمی‌کنن. سال 2008 حمله هایی که بین خانوم کلینتون و اوباما میشد خیلی سنگین تر از این بود. نگرانی که من دارم طرفداران خیلی پرجوش و خروش آقای سندرز هستن که به خصوص رو سوشال میدیا میبینیم و جاهای دیگه و کاملا یک حالت تهاجمی نسبت به خانم کلینتون گرفتن که به نظر من این نتیجه معکوس خواهد گذاشت واسه حزب دموکرات. نگرانش همین اتفاق زمان آقای اوباما و خانم کلینتون نه به این شدت، همین رو داشتم میگفتم، به این شدت نبود. البته اون موقع هم بودن یه گروهی درست کردن به اسم گروه پوماز اگه یادتون باشه که میگفتن که ما رأی نمیدیم به اوباما، درست، و اون برگشت. تعداد آمار کسایی که از دموکرات‌ها طرفداران آقای سندرز امروز میگن که به هیچ ترتیبی برای خانم کلینتون رأی نخواهند داد 30%. دقیقاً این همین نمره بود وقتی که مسابقه بین خانم کلینتون و آقای اوباما بود که طرفداران خانم کلینتون 30%شون میگفتن ما هیچ وقت برای آقای اوباما رأی نمیدیم. اتفاقی که افتاد و اتفاقی که مهمه که بیفته و من فکر میکنم که میفته اینه که خانم کلینتون اومد دست آقای اوباما رو گرفت توی کنونشن، اسم آقای اوباما رو خانم کلینتون تو نامینیشن گذاشت و شوهرش رئیس جمهور قبلی حزب دموکرات از طرف حزب دموکرات اومد اونجا و مثبت‌ترین حرفایی رو که میتونست در این مورد بزنه زد و تمامی حزب رو دوباره برگردوندن به هم دیگه. این مشکلی که جمهوری خواها دارن و حداقل با مطرح کردن کانتست کنورشن من فکر می‌کنم به هیچ ترتیبی ما نزدیکش هم نیستیم. حرفتون درسته، ولی حالا شاید داریم میرسیم به صحبت‌های شما، ولی به نظر من اگه ترامپ کاندید باشه از طرف حزب جمهوری خواه، به خاطر اینکه ترامپ حرفای پاپولیستی زده، به خصوص در مورد تعرفه، در مورد مالیات بر واردات، در مورد اینکه دوباره
کارخونه ها و مانیفکتچرینگ و تولیدات رو برمیگردونه به آمریکا. به نظر من اگه ترامپ باشه نماینده، میتونه یک مقدار زیادی از اونایی که قبلا دموکرات رای میدادن و حتی شاید طرفدار برنی هم هستن به خاطر سیاست اقتصادی برنی به طرف خودش جذب بکنه. چون تقریبا میشه گفت از لحاظ اقتصادی شما اگه گوش بدین، ترامپ البته هر چی میاد دهنش میگه، ولی حرف سیاسی که حرف اقتصادی که میزنه، پلتفرمش، منشورش همی که مایک جان گفتن نزدیک به برنیه. صحبت راجع به اینه که مثلا تمام این قراردادهای تجاری که بستیم مثل نفتا و اینکه جدید TPP اینا رو ایشون مثلا وتو خواهد کرد، رای بهشون نخواهد داد یا رسندشون خواهد کرد، یا اینکه میخواد پس خواهد گرفت تولیدات رو میخواد برگردونه. شرکت‌هایی که شرکت‌هایی که میبندن درشون رو در آمریکا و میرن خارج از آمریکا رو میخواد اینا رو به هر صورتی شده یک جوری تنبیه بکنه. اون صحبت‌ها به نظر من به خیلی از طرفدارای آقای برنی، به خصوص اون طرفدارایی که وضع مالیشون خراب شده بین این در عرض این 20 سال، واسهشون انگیزه برانگیز خواهد بود. به نظر من بحث درستی هست. البته این اون چانس اینکه این آقای ترامپ از حزب جمهوری خواه انتخاب بشه کم هست به دلیل فشاری که از طرف خود حزب جمهوری خواه داره بهش میاد که عملاً بتونن اینو کنار بذارن. در برنامه بعدیمون ما راجع به آقای ترامپ و جمهوری خواه صحبت خواهیم کرد، ولی خواهش و اصولاً خود حزب دموکرات هم جناح متفاوتی داره. می‌بینید از زمانی که ریگان انتخاب شد بهش میگن ریگان دموکرات، کسانی بودن کانسرواتیو بودن و کسانی بودن که عملاً ریگان تونست جنوب آمریکا رو سویپ کنه به خاطر بیشتر آرای ریگان دموکرات، کسانی که قبلا حالا توی حزب مثلا دیکسیکرات قبلا بودن، ولی هستن کسانی که میتونن این به اصطلاح تاثیر روی انتخابات نهایی و خب آرای نهایی داشته باشه. بذارید اینجوری سعی کنیم تمومش بکنیم. بذارید به من اجازه بدین که با هر دوتون کاملا مخالفت کنم. هیچ نوع آماری وجود نداره. در تئوری چیزی که میگین امکان پذیره، ولی فقط جاش در حال حاضر تا به حال تو تئوری بوده. هیچ آماری وجود نداره که ما نشون بده کسایی که طرفدار سوشال لیبرالیسم آقای سندرز هستن به هیچ ترتیبی بخوان با یه شخصیتی مثل ترامپ به طرفش نزدیک بشن فقط به خاطر اکونومیک پاپولیسمش. من فکر میکنم که آقای ترامپ تا وقتی که به اونجا برسه، اگر به قول شما برسه یا نرسه، به اندازه کافی 70% کشور رو بر علیه خودش کرده که در حال حاضر حزب جمهوری خواه، دموکرات‌ها دیگه نیستن این صحبتو میکنن، حزب جمهوری خواه داره سعی میکنه جلوی آقای ترامپ رو بگیره، برای اینکه فکر میکنن که آقای ترامپ به بدی خواهد باخت که نه تنها کاخ سفید خواهد باخت، بلکه سنا رو خواهد باخت، بلکه کنگره رو خواهد باخت که براشون اون از همه مهمتره. برای اینکه میدونین که این رأیایی که تو کنگره برای کنگره داده میشه هر 2 سال یه مرتبه است، عوض کردن صحنه در کنگره خیلی کار مشکل تری از سنا و خیلی کمتر اتفاق میفته. جمهوری خواه اگر کنگره داشته باشن حداقل میتونن موضوعهایی که مطرح هستش برای قانون رو بتونن کنترل بکنن و اگر که اونو از دست بدن در واقع همه چی رو باختن و دارن سعی میکنن جلو ترامپ رو بگیرن، برای اینکه فکر میکنن که ممکنه ترامپ باعث شه که کنگره رو از دست بدن. برای همین متوجه هستم که در تئوری میشه اینا رو این چیزا رو بغل هم گذاشت، ولی فکر نمی‌کنم هیچ آماری وجود داره که بهمون نشون بده. حرف شما در مورد سوشال لیبرالیسم بود. اون حرفی که من و آقای کاظمی میزنیم، ما اون طرفدارای برنی رو داریم میگیم که طرفدارش هستن به خاطر پلتفرم اقتصادیش. خیلی هم هستن. اون پلتفرم اقتصادی که ترامپ داره صحبتشو میکنه خیلی نزدیکه به اینا. این اضافه این کسانی که باید در نظر داشته باشیم، کسانی که رأی ندن در انتخابات نهایی، اگه به عنوان مثلا خانم کلینتون به عنوان نماینده انتخاب بشن و خیلی این آرا رو نه از خونه بیرون و رأی ندن، این عملاً میتونه در واقع رأی مثبتی برای طرف مقابل بشه. متشکرم از اینکه با ما بودین. برنامه امروزمون تموم شد. تا دفعه آینده با دوستان خداحافظی می‌کنیم. شب خوش.
پیس.